سلام. امروز تو این ویدیو جدیدترین روش ساخت ویدیو با هوش مصنوعی یا ویوتری، اونم به طور کاملا رایگان رو یاد میگیریم. نه تنها ویوتری بلکه هر هوش مصنوعی رو که خواستید با این روش میتونید ازش استفاده بکنید. در واقع کاری که میکنیم اینه که ما میخوایم امروز ماهیگیری رو یاد بگیریم. یه اپلیکیشن میسازیم که برامون عکس بسازه، عکسمون رو بتونیم باش ادیت بکنیم، ویدیو بسازه و میگیم ویدیومون رو با ویوتری یا هر هوش مصنوعی که خواستیم برامون بسازه. پس اگر میخواین موارد رو بدون ادامه ویدیو رو از دست نده، تمام دستوراتش هم برای تو کانال تلگرامم میذارم، لینکش تو دیسکریپشن هست، به راحتی میتونید از اونجا دانلود بکنید. برای شروع کار از لینکی که براتون توی دیسکریپشن گذاشتم وارد هوش مصنوعی URAI میشیم که این صفحه هوم پیجش هستش. یه نکته خیلی مهمی هم هستش که ایمیل موقت روی این هوش مصنوعی اصلا جواب نمیده، اما اصلا نگران نباشید. در انتهای این ویدیو یک راهکاری رو در اختیارتون میذارم که بدون نگرانی از کردیت هر کاری خواستید بتونید توی این هوش مصنوعی انجام بدید. ما میخوایم اینجا الان یه اپلیکیشن بسازیم که من برای نمونه میخوام بگم که برام ویوتری و میدجرنی رو به طور رایگان برام فعال بکنه و بتونم ازش استفاده بکنم، عکس بسازم، عکسامو ادیت کنم و ویدیوم رو هم همینجا بسازم. وقتی که شما با جیمیلتون ساین اپ میکنید دقت بکنید 500 کردیت رایگان دارید که حالا گفتم اصلا نگران کردیت نباشید. من بهتون میگم که چطور این رو زیاد بکنید. به راحتی این 500 تا رو تبدیل به 5000 تا یا 10000 تا هر چقدر که بخواید میتونید بکنید. خب برای شروع کارتون روی این دکمه کرییت این سمت چپ دقت بکنید. روی این کلیک میکنم، این صفحه برای من میاد. این قسمت پایین یه گزینه AI-APP جنریتور داریم، روش کلیک میکنم. اینجا ما باید یک دستوری رو بدیم که برای ساخت اپلیکیشن ما شروع بکنه. من این دستورا رو براتون توی کانال تلگرامم میذارم، لینکش تو دیسکریپشن هستش. این رو کپی میکنم و میارم این قسمت و پیست میکنم و روی این دکمه کلیک میکنم و منتظر میشم که کار ساخت اپلیکیشن من رو شروع بکنه. زمان زیادی هم طول نمیکشه، فکر میکنم تقریبا 2 دقیقه طول بکشه تا از این مرحله عبور بکنه. اول ما میخوایم یه ابزاری بسازیم برای اون عکس بسازه، بعدش یه ابزاری بهش اضافه بکنیم که بتونیم باش عکسمون رو هم ادیت بکنیم و در انتها ابزار ساخت ویدیو رو هم میسازیم. منتظر میمونیم تا این اپلیکیشن کارش رو انجام بده. خب مرحله اول ساخت اپلیکیشنمون تموم شد. اینجا جایی هستش که الان ما میتونیم عکس باهاش بسازیم. دقت کردید تو ویدیوهای قبلی هم آموزشش رو داشتیم. یه هوش مصنوعی هایی هستش که با کمک اونها ما به تمام پلتفرم ها دسترسی داریم. الان ما میخوایم یه چیزی شبیه همون رو بسازیم و این جایی هستش که ما میتونیم عکسمون رو بسازیم. استایلامون رو میتونیم اینجا انتخاب بکنیم که استایل های مختلف رو هم داره. سایز عکسمون رو اینجا میتونیم مشخص بکنیم و موارد دیگه. ولی بریم اول کار ساخت اپلیکیشنمون رو تموم بکنیم و بعد میایم باهاش امتحان میکنیم ببینیم چطور میتونیم ازش استفاده بکنیم. برای ادیت کردن عکسمون من دستور دوم رو از اینجا کپی میکنم و میارم توی این قسمت. دقت بکنید این قسمت پایین، حالا این دفعه باید اینجا ما دستورمون رو بنویسیم و میارم اینجا و دستورم رو پیست میکنم. روی این دکمه کلیک میکنم، منتظر میمونم که بخش دوم که مربوط به ادیت کردن عکس هست رو برام بسازه و به اپلیکیشن ما اضافه بکنه. ما داریم الان یه هوش مصنوعی جدید میسازیم که با کمک این هوش مصنوعی به ویوتری و میدجرنی هم دسترسی داشته باشیم که حالا بهتون در ادامه میگم تو مرحله بعد چطور هوش مصنوعی های دیگر رو مثل هایلو، کلینگ AI یا هر چیز دیگه ای که خواستید رو بهش اضافه بکنید و به طور کاملا رایگان ازش استفاده بکنید. فکر میکنم یه 3-4 دقیقه این مرحلهش طول بکشه، منتظر میمونیم. خب قسمت دوم که مربوط به ادیت عکس هم بود به اپلیکیشن ما اضافه کرد. من برمیگردم برای دستور سومم و این دستور رو از اینجا کپی میکنم. من این رو هم فراموش کردم بگم که برای ساخت عکس ما ازش خواستیم که از نانو بانانا برامون استفاده بکنه و همونطور که میبینید تو قسمت ساخت عکس ما نانو بانانا هستش و برای ادیت عکس ما این قسمت هستش که ما عکسمون رو میتونیم وارد بکنیم و حالا در ادامه توضیحاتش رو میدم. و میام این قسمت پایین مجددا دقت بکنید تو این قسمت جایی هستش که دستور رو باید بنویسیم و میام و دستور سومم رو اینجا پیست میکنم. برای دستور سوم روی این دکمه کلیک میکنیم که ساخت اپلیکیشن ما رو انجام بده. توی دستور سوم من ازش خواستم که از ویوتری و میدجرنی AI ما بتونیم به طور رایگان استفاده بکنیم و این رو داره الان توی اپلیکیشن من بهش اضافه میکنه که الان میخوایم باهاش ویدیو هم بسازیم. منتظر میمونیم. فکر میکنم تقریبا 3 دقیقه هم این مرحلهش طول میکشه و کار ساخت اپلیکیشن ما تموم میشه. خب اپلیکیشن مخصوص خودمون رو برامون ساختش. قبل از اینکه بریم کار باهاش رو ببینیم بچه‌ها، اگر تا اینجا ویدیو براتون مفید بوده و تا این لحظه کانال رو سابسکرایب نکردید خوشحالم میکنید دکمه سابسکرایب رو بزنید. اگر ویدیو رو دوست داشتید لطفاً ویدیو رو لایک بکنید. دکمه هایپ هم که اومده اگر هایپ بکنید دیگه از من به طور کامل حمایت کردید و در واقع سنگ تموم گذاشتید و لطفاً ویدیو رو با 5 از دوستانتون که به این مبحث علاقه‌مند هستن به اشتراک بگذارید و از این طریق از من هم حمایت میکنید. خب ببینید این قسمت بالا
میدجرنی و ویدیو هم اضافه شده. توی این قسمت جنریت جایی هستش که ما میتونیم عکسامون رو بسازیم. برای ساخت عکس اون دستوری که من اول به این هوش مصنوعی دادم که اپلیکیشن ما رو بسازه، من ازش خواستم که از نانو بانانا استفاده بکنه و این قسمت رو دقت بکنید نوشته شده نانو بانانا و ما میتونیم خیلی راحت ازش استفاده بکنیم. حتی این قسمت بالا هم اومده که ما با ویو تری، میدجرنی و نانو بانانا میتونیم به راحتی کار بکنیم و کاملا هم رایگان هستش و کیفیت خیلی بالایی هم داره. حالا بهتون میگم در ادامه چطور هوش مصنوعی های دیگه مثل کلینگ ای یا هر چیز دیگه که خواستید رو هم بهش اضافه بکنید. برمیگردیم این قسمت و من پرامپت مورد نظرم رو از اینجا کپی میکنم و میام این قسمت و پرامپتم رو اینجا پیست میکنم. سایز عکسمون رو هم اینجا داریم که لندسکیپ میدونید سایز یوتیوبی همون 16:9 هستش. این قسمت کوالیتی مربوط به کیفیت کارمون میشه که خودش روی های گذاشته، رو اولترا هم بذارید که کیفیتش خیلی بهتر میشه. با نانو بانانا الان برامون به طور رایگان عکسمون رو میسازه. فقط کافی روی این دکمه جنریت ایمیج کلیک بکنیم که با کمک هوش مصنوعی نانو بانانا به طور کاملا رایگان عکس ما رو برامون بسازه. منتظر میمونیم تا عکسمون ساخته بشه. خب عکسمون رو برامون ساختش. این عکس، این قسمت بالا تو قسمت گالری رو دقت بکنید، این قسمت میاد و اینجا هم میتونید هر کاری که انجام دادید تو این قسمت هم داشته باشید و خیلی راحت با کمک این دکمه میتونید دانلودش بکنید و داشته باشید و این میشه نتیجه کارمون. دقت بکنید چقدر خوب این کار انجام داده. من خواستم یک شخص ایرانی تو یک استودیو پادکستی باشه. ببینید کیفیت خیلی بالایی داره و خیلی به بالا بردن سطح کیفیت کارتون و پروژهتون بهتون کمک میکنه. میریم قسمت ویدیو. دقت بکنید اینجا رو ما یه میدجرنی داریم. این قسمت بالا، این قسمت رو دقت بکنید. تو این قسمت اگر روش کلیک بکنیم این تنظیمات ساخت ویدیو با میدجرنی هستش، کاملا هم رایگان هست، میتونیم ازش استفاده بکنیم و تنظیمات خود ساخت ویدیو هم این قسمت هستش. یه دونه ویدیو اینجا داریم که اینجا ما میتونیم با ویو تری ویدیوهامون رو به طور کاملا رایگان بسازیم که این رو من باز بکنم. ببینید ما ویو تری فست رو داریم و ویو تری پریمیوم رو داریم. به هر دوتاش دسترسی دارید و با هر دوتاش میتونید کار بکنید و ویدیوهاتون رو بسازید. قسمت بعدی دیوریشن هستش، مربوط به زمان ویدیوتون هستش. 3 ثانیه، 5 ثانیه، 7 ثانیه و 10 ثانیه میتونید ویدیو بسازید، بستگی داره به اون پروژهتون. قسمت بعدی ویدیو استایلمون هستش که رو حالت سینماتیک هستش که حالتهای مختلف رو داره که میتونید انتخاب بکنید. کیفیت کار و رزولوشن رو از این قسمت میتونید ببینید که به صورت پیشفرض روی 720p هستش که میتونید 1080p رو هم استفاده بکنید. قسمت بعدی مربوط به سایز ویدیوتون هستش که لندسکیپ همون سایزهای یوتیوبی هستش یا همون 16:9 و پورتریت رو داریم که مربوط به سایزهای ریل اینستاگرام یا ویدیوهای تیک تاکی هستش که من رو همون سایز لندسکیپ میذارم و برمیگردم و پرامپت ساخت ویدیوم رو هم از اینجا کپی میکنم و میارم این قسمت و پرامپتم رو اینجا وارد میکنم. کار خاصی ندارید انجام بدید، فقط روی دکمه جنریت ویدیو کلیک میکنیم، منتظر میمونیم تا ویدیومون رو برامون بسازه. خب ویدیو اول رو برامون با ویو تری ساختش. دقت بکنید من این رو بزرگ میکنم شما بهتر ببینید. با کیفیت خیلی بالا با توجه به اون پرامپتی که ما بهش داده بودیم ویدیوی ما رو برامون ساخت و میتونیم توی پروژهمون خیلی راحت ازش استفاده بکنیم. من این رو کوچیک میکنم، با کمک این دکمه هم خیلی راحت میتونید دانلود بکنید. یه سه نقطه هم اینجا داره، اگه روی اینم کلیک بکنید، روی دکمه دانلود کلیک بکنید، ویدیو رو براتون دانلود میکنه. خب ببینیم این قسمت بالا اینجا ما میدجرنی رو داریم که باهاش میتونیم عکسمون رو هم بسازیم اینجا و تنظیماتش این قسمت هستش. یه دونه گزینه ادیت داریم، این مربوط به ساخت عکسمون میشه. یعنی شما تو قسمت جنریت وقتی که میخواید عکستون رو میسازید، اگر خواستید رو عکستون تغییراتی داشته باشید، میاد تو قسمت ادیت عکستون رو اینجا وارد میکنید و اون تغییراتتون رو هم اینجا باید بنویسید و اون تغییرات رو روی عکستون اعمال میکنه. اما یه گزینه هم اینجا داریم ترانسفورم که اینجا شما میتونید ادیت عکس رو انجام بدید و گزینه بعدیش آپ اسکیل هستش که با آپ اسکیل شما میتونید کیفیت کارتون رو بالاتر ببرید. عکستون رو فقط از این قسمت وارد میکنید. من همین عکسی رو که الان ساختیم رو اینجا وارد میکنم و اینجا دقت بکنید کیفیت کار رو شما اینجا میتونید داشته باشید. کیفیت مورد نظرتون رو انتخاب میکنید، روی دکمه آپ اسکیل کلیک میکنید و الان کیفیت عکس ما رو بالاتر میبره. این خیلی مهمه که کیفیت عکس شما بالا باشه. بس وقتی که شما عکس با کیفیت داشته باشید در نتیجه میتونید یک ویدیو با کیفیت هم بسازید. منتظر میمونیم تا این رو هم انجام بده و همونطور که میبینید حدودا فکر میکنم 15 ثانیه طول کشید تا این عکس رو برای ما ساختش و خیلی راحت از قسمت گالری شما میتونید عکستون رو از اینجا دانلود بکنید با کیفیت بالاتر و داشته باشید. یه سری توضیحات خیلی مهمم داره، من الان سعی میکنم اینها رو هم
در اختیارتون بذارم و حتما ازش استفاده بکنید. اول اینکه این پرامپت هایی رو که من ازش استفاده کردم و این ستای بالا که دستورالعمل ها هستش، اینا رو همه رو براتون توی کانال تلگرام میذارم، لینکش تو دیسکریپشن هستش، تو قسمت کامنت پست همین ویدیو میذارم. خیلی راحت میتونید از اونجا کپی کنید و بردارید و استفاده بکنید. اول اینکه تو این قسمت ببینید ما ازش خواستیم که از هوش مصنوعی نانو بانانا کمک بگیره و برای ما عکسامون رو بسازه. پس ما اینجا با نانو بانانا میتونیم عکسامون رو بسازیم، کاملا هم رایگان هستش. قسمت بعدی ما ازش خواستیم که برای کار ادیت عکس برای ما به اپلیکیشنمون اضافه بکنه و در قسمت سوم همونطور که میبینید ما VO3 رو به اپلیکیشنمون اضافه کردیم و میدجرنی رو اضافه کردیم. همونطور که میبینید ما اینجا این دوتا رو برامون اومده و این دوتا رو داریم. حالا شما مثلا خواستید کلینگ ای آی رو اضافه بکنید یا اینکه حالا هر هوش مصنوعی که مد نظرتون هست. کاری که باید انجام بدید اینه که این در واقع پرامپتی که اینجا هستش و من براتون توی کانال تلگرام میذارم، این رو بردارید ببرید داخل چت جی پی تی، اونجا پیست بکنید و به چت جی پی تی بگید که اون هوش مصنوعی هایی که شما مد نظرتون هست رو هم به کار اضافه بکنه و مثلا شما بگید کلینگ ای آی و هایلو رو هم بهش اضافه بکنه. خودش این رو بهینه میکنه و یه پرامپت جدید میده و به جای دستور سوم از اون دستور باید استفاده بکنید و بیاید و در واقع موقعی که این قسمت پایین ما اینجا که میخوایم دستور سوم رو وارد بکنیم اینجا ازش استفاده بکنید. در قسمت ویدیو که ما باش داریم VO3 رو میسازیم، اینجا فقط تبدیل متن به ویدیو بودش که ما الان انجام دادیم. شما اینجا برای اینکه بخواید در واقع عکس به ویدیو رو هم انجام بدید دوباره همین کار رو میکنید. این دستور سوم رو به چت جی پی تی میدید و ازش میخواید که به این پرامپت تبدیل عکس به ویدیو رو هم اضافه بکنه و پرامپت جدید رو دوباره میارید اینجا وارد میکنید. پس شما یک بار این کار رو انجام میدید و در واقع تو مرحله سوم وقتی که دستور سوم رو میخواید بدید اینجا ازش استفاده میکنید. یه گزینه ترانسفورم هم اینجا داریم که اینجا مربوط به ادیت عکسمون میشه. پس خواستید عکسی رو هم ادیت بکنید از این ترانسفورم استفاده میکنیم و ازش استفاده میکنیم. برمیگردیم به صفحه اصلی. من این رو هم نشونتون بدم. وقتی که شما با اکانت جیمیلتون ساین اپ میکنید شما 500 تا کردیت دارید. برای ساخت هر ویدیو با VO3 شما 100 تا کردیت لازم دارید و خب طبیعتا ممکنه براتون کم بیاد. اول اینکه اگه بخواید اشتراکش رو بگیرید که خب طبیعتا شما میتونید خیلی امکانات بیشتری رو داشته باشید. اما اگر نخواستید اشتراک رو بگیرید دقت بکنید این قسمت پایین سمت چپ رو اینجا یه دونه گزینه داریم اینوایت فرند. شما با این گزینه من روش کلیک میکنم ببینید اینجا روش که کلیک بکنید این لینک رو میاره و روی این دکمه که کلیک بکنید لینک رو براتون کپی میکنه. این قسمت بالا میبینید لینک برامون کپی شد و این رو برای دوستانتون که بفرستید هر کسی که با این لینک ساین اپ بکنه شما 500 تا کردیت رایگان همون موقع آنن به اکانتتون اضافه میشه و میتونید ازش استفاده بکنید. خب طبیعتا شما من فکر میکنم وقتی که با هوش مصنوعی میخواید کار بکنید مخصوصا از امکانات رایگانش حداقل 4-5 تا اکانت جیمیل دارید. شما میتونید همین کار رو انجام بدید. اگر مثلا با 10 تا اکانت شما بخواید ساین اپ بکنید خیلی راحت میتونید به جای 500 تا با 5000 تا کردیت کارتون رو انجام بدید و فکر می‌کنم 5000 تا هم در واقع یک کردیتی هستش که شما اشتراکی میتونید بخرید و اینجا شما به طور رایگان ازش استفاده میکنید و به هر حال اعضای خانواده‌تون همه تقریبا موبایل دارن. این لینک رو از همین قسمت پایین اینوایت فرند بردارید، این قسمت هستش و براشون بفرستید و با موبایل اونها ساین اپ بکنید. هر بار که ساین اپ میشه شما 500 تا کردیت میگیرید و خیلی راحت و فکر میکنم خیلی ساده تر هستش از اینکه بخواید هر بار با ایمیل موقت بیاید و شاید شما نیم ساعت یه ساعت وقت بذارید و این کارها رو انجام بدید. هم با اکانت خودتون هم دوستان یا اعضای خانواده‌تون به راحتی میتونید از این هوش مصنوعی استفاده بکنید. کاری که ما الان انجام دادیم این بود که یه اپلیکیشن ساختیم و با اپلیکیشن خودمون ویدیوهامون رو ساختیم و این اپلیکیشن هوش مصنوعی VO3 و میدجرنی رو الان برای ما آورد و ما ازش استفاده میکنیم. شما میتونید از کلینگ ای آی یا هر چیز دیگه هم خواستید بهش اضافه بکنید. من این پرامپت هایی که اینجا هستش رو به عنوان دستور اول با تیتر دستور اول، دستور دوم و دستور سوم توی کانال تلگرام میذارم که شما اشتباه هم نکنید که به ترتیب از همینها استفاده بکنید و هر کار دیگه هم خواستید، هر چیز دیگه که خواستید شما به اپلیکیشنتون اضافه بکنید. این رو هم بگم این قسمت سمت چپ اینجا یه دونه مای پروژکت هم اینجا داریم که من روش کلیک میکنم وارد این قسمت میشه. اینجا روی این گزینه درفت اینجا که کلیک بکنیم میاد اون پروژهتون اینجا هستش. یعنی شما روز بعد هم خواستید ازش استفاده بکنید چون کردیت دارید الان جمع میکنید خیلی راحت به اینها اکسس دارید و دسترسی دارید. شما میتونید نسخه موبایلیش رو هم از این قسمت ببینید که اپلیکیشنتون به چه صورت کار میکنه و این هم نسخه
کامپیوتریش هستش. خیلی کارایی داره. تو این قسمت پایین سمت چپ اینجا شما باید دستوراتتون رو وارد بکنید، هر چیزی رو که خواستید، هر چیزی که متناسب با پروژه‌هاتون بهش نیاز دارید خیلی راحت به چت جی پی تی بگید براتون اون پرامپت رو بسازه و اینجا وارد بکنید و به اپلیکیشنتون خیلی راحت اضافه بکنید و این میشه نتیجه کار.